مقامات بجز از نشر فرمان رئیس جمهور درباره بخشش 378 محبوس دیگر هیچ جزئیات رسمی در این باره نشر نکردند، اما منابع معتمدی ما در اداره زندانها و دادستانی به رادیو آزادی گفتند که در روی خط محبوسانی که شامل بخشش رئیس جمهور شدند نام هیچ یک از شخصیت‌های شناخته از جمله بزرگمهر یارف و اعضایان حزب ممنوع نهضت اسلامی نیستند. به گفته منبع ما نام این افراد بر روی خط شامل نشده است. همصحبت ما در اداره زندانها گفت یک شرط اساسی که نام محبوس بر روی خط زندانیان بخشیده شده باید وارد شود این اقرار به گناه، پشیمانی و طلب بخشش از رئیس جمهور است، حالانکه نزدیکان بزرگمهر یارف و اعضایان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بارها گفتند که آنها خود را بیگناه می‌دانند و بخشش نپرسیدند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بزرگمهر یارف، زید سیدوف و چند اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را زندانیان سیاسی نام می‌برند، اما مقامات تاجیک وجود زندانیان سیاسی در کشور را رد کرده می‌گویند این افراد برای گناه‌های مشخص در زندان نشستند. در این میان نزدیکان برخی از محبوسان دیگر گفتند امید داشتند که فرزندان آنها بر روی خط محبوسان عفو شده شامل می‌شود، امیدی که ظاهراً اکنون برباد رفته است. خاصیت روزیه و یکی از آنها است. فرزند 18 ساله او اول امسال با اتهام دزدی به 2 سال زندان محکوم شد. روزیه و گفت فرزند او از نهایت تنگدستی مواد غذایی دزدیده است و از رئیس جمهور طلب کردند که گناه او را عفو کند. سیوندا президент گفت که помиловать کنیم. من خیلی کمبغالایی که بچه‌های یوش بی‌عقلی کردن помиловать کنن. ما امروز تورما رفتم گفتن نمیشه سر دادیم با من گفتم بچه ما چی؟ گفتن بچه نغلطید. طبق آخرین خبرها علیه برخی از محبوسانی که با فرمان رئیس جمهور مورد عفو قرار گرفتند از زندانها آزاد کرده شدند. در تاجیکستان از چند سال قبل ترتیب عمل میکند که بر اساس آن هر محبوس حق دارد برای بخشش گناه به رئیس جمهور مراجعت کند. کمیسیون ویژه‌ای که تحت رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده عمل میکند هر درخواست محبوسان را بررسی کرده آن را به رئیس جمهور پیشنهاد میکند. در نهایت خود پرزیدنت تصمیم میگیرد که پیشنهاد این کمیسیون را بپذیرد یا نه.